سلام و عرض ادب به همراهان بسیار خوبم. موسیقی پیانو آرام آرام به پخش در میاد. صبح طلایی به آرامی در میاد و خورشید نور خود را به اتاق شما میفشاند. صدای آرام و روشن از پشت صفحه میاد و در خیالم ایجاد میکنه. نگاه هم را به آینه میاندازم. چشمانی پر از امید و شور به من خیره میشه. وقتی که روز آغاز میشه همه چیز ممکنه عزیزان. این ویدیو رو برای اون دسته از افراد میسازم که به خودشون اعتماد دارن و به قدرت و توانایی خود ایمان دارن. میخوام آنها را به یاد بیارم که در هر لحظه قادر هستن که تغییری در زندگی خود ایجاد کنن و رویاهایشون به واقعیت تبدیل کنن. این ویدیو داستان فردی است که با تمام وجود به خودش اعتماد داره و به قدرت تحقق رویاها اعتقاد داره. هر روز با اراده و انگیزه به سمت هدفهاش قدم میگذاره و تلاش میکنه که بهترین نسخه خودش باشه. ژان پل سارتر جمله بسیار قشنگی داره: اگر یک افلیج قهرمان دو نشه مقصر خود اوست. موضوع امروز موفقیت نتیجه من میتوانم هاست. داستانی رو براتون تعریف بکنم. سالها پیش دختری در یک کلبه محقر دور از شهر و در یک خانواده فقیر به دنیا آمده بود. زایمان زودتر از زمان مقرر انجام شده بود و اون نوزاد زودرس، ضعیف و شکننده‌ای بود. همه شک داشتن که زنده بماند. وقتی که 4 سالش شد بیماری ذات‌الریه و مخمرک را هم با هم گرفت. ترکیب خطرناکی که پای چپ او را از کار انداخت و فلجش کرد. اما خود او بسیار خوششانس بود چون مادری داشت که او را تشویق و دلگرم میکرد. مادرش هر روز به او میگفت علی‌رغم مشکلی که در پایت داری با زندگیت هر کاری که بخوای میتوانی بکنی دخترم. تنها چیزی که احتیاج داری ایمان، مداومت در کار، جرأت و یک روح سرسخت و مقاوم است. بدین ترتیب در 9 سالگی دختر کوچولو بسمه‌های آهنی پایش را کنار گذاشت و برخلاف آنچه دکترها میگفتند که هیچگاه نمیتواند به طور طبیعی راه برود، راه رفت و 4 سال طول کشید تا قدم‌های منظم و بلندی را بردارد. و این یک معجزه بود. او یک آرزوی باور نکردنی داشت. آرزو داشت بزرگترین دونده زن جهان شود. او با پاهای مثل پاهای او این آرزوی چه معنایی میتوانست براش داشته باشه؟ در 13 سالگی در یک مسابقه 2 شرکت کرد و در نفر آخر شد و در تمام مسابقات دبیرستان شرکت کرد و در همه آنها آخرین نفر شد. همه به او اصرار میکردند که این کار را کنار بگذاره، اما روزی فرا رسید که او قهرمان مسابقه شد. از آن به بعد ویلما در هر مسابقه‌ای که شرکت میکرد برنده میشد. چرا؟ چون به خودش باور داشت. چون باور داشت که با اعتماد به خودش میتونه هر پلی رو به سرمنزل مقصود برسونه. در سال 1960 او به بازی‌های المپیک راه یافت و آنجا در برابر اولین دونده زن که یک دختر آلمانی بود قرار گرفت. تا به حال کسی نتوانسته بود او را شکست دهد، اما ویلیامز پیروز شد و در 200 متر و 200 متر و 2 امدادی و 400 متر 3 مدال المپیک گرفت. او آن روز اولین زنی بود که توانست در یک دوره المپیک 3 مدال طلا کسب کند، در حالی که گفته بودند او هیچ وقت نمیتواند دوباره راه برود. هنری فورد جمله بسیار زیبایی داره. میگه نمیتوانم بپذیرم که کسی آنقدر آگاه باشد که بگوید چه چیزی ممکن و چه چیزی غیر ممکن است. در واقع هر صد و مانعی میتواند یک شانس برای تغییر زندگی باشه. در جای خونده بودم که قطع سنگی که مانع راه اشخاص ضعیف و درمانده است در راه انسانهای توانمند و صاحبان اراده به منزله پلی میشود که آنها را به ترقی و تعالی سوق میده. گاهی وقتا آنچه مصیبتی بزرگ به نظر میرسد به عظیمترین خیر و صلاح زندگیمان بدل میشه. برنارد برانسون یک جمله بسیار زیبایی داره. میگه معجزه برای کسانی اتفاق میفته که با آن اعتقاد دارند. در واقع همه انسان ها عزیزان از مشکلاتشان، ترسهایشان و بیماریهایشان برترن. ما فراتر از جسم خویش هستیم. همه ما با یکدیگر و کل هستی در ارتباطیم. روح، انرژی و نور، ارتعاش، عشق، محبت خود ما هستیم. همه ما این قدرت و توانایی رو داریم که به زندگی خویش هدف و معنا ببخشیم. در واقع یک تراژدی که حادثه بد میتونه به بزرگترین نیکی و محبت در مشکلات ما تبدیل بشه، به شرطی که بتوانیم با آن به گونه کاملا درست برخورد کنیم. امیدوارم این کلیپ مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و تجربه بسیار خوبی رو برای شما ایجاد کرده باشه. اگر خدایی نکرده مشکلات جسمی در خودمون داریم، از این مشکلات برای رسیدن به پله‌های موفقیت خودمون استفاده بکنیم. ممنون میشم که کلیپ ما را لایک و سابسکرایب کنید که بیشتر در این فضای بسیار زیبای یوتیوب دیده بشیم. با امید موفقیت شما عزیزان، بدرود.